سلام، سنا آرزوی هستم. اومدم با یه ویدیو آموزشی جدید. اگه تو هم این مشکل رو داری که نمیتونی ایده پردازی کنی، نگران نباش. من بهت یه راه حلی میگم که بتونی به راحتی ایده پردازی کنی. یک کاراکتری رو تو ذهنت مجسم کن و بشین ویژگی ها، حیواناتی که دور و برش هست، مواد غذایی که بیشتر استفاده میکنه، اونها رو یادداشت کن و با جانبخشی به مواد غذاییش یا با کشیدن حالتهای مختلف حیواناتی که دور و برش هست اونها رو طراحی کن و حتما میتونی که از عناصری که اطراف محیط زندگی اون کاراکتری که میخوای بکشی هست استفاده کنی، کارت بهتر هم میشه. اگه میخوای آموزش این ویدیو رو ببینی، حتما وارد کانال هم شو و فیلم مربوط به این کاراکتر رو ببین.